پلیس کشور کراسنویارسک روسیه با نشر یک ویدیو از بازداشت دو شهروند تاجیکستان با اتهام قاچاق مواد مخدر خبر داد. مرکز مطبوعات سرایست کارهای داخلی این منطقه گفت کارمندان ریاست مبارزه با قاچاق مواد مخدر در نتیجه کارکرد معلومات فوری معین کردند که دو جوان زاده تاجیکستان سالهای تولدشان 1994 و 2000 که در شهر کراسنویارسک اجاره می نشستند در منزلهای خود مخفیگاه مواد مخدر درست کرده هیروئین را توسط مسنجرها می فروشند. هر دو جوان تاجیک را در یک عملیات مخصوص با کمک واحد گرام دستگیر کردند. هنگام گفتگو از ماشین فولکسواگن که دستگیر شده ها با آن حرکت می کردند 190 بسته مواد مخدر یافت شد. 470 بسته دیگر از مخفیگاه در انبار خانه اجاره یکی از گمانبرشونده ها و 80 بسته دیگر آماده برای فروش از یک مخفیگاه در مرکز شهر یافت و مصادره کرده شد. کارمندان مقامات کارهای داخلی در مجموع 720 گرم هیروئین را که قیمتش در بازار سیاه نزدیک 2 میلیون روبل را تشکیل میدهد مصادره کردند. گفته می شود در اطلاعیه رسمی پلیس کراسنویارسک هر دو جوان تاجیک را به حبس پیشکی گرفتند. نسبت به این دو شهروند تاجیکستان با اتهام قصد فروش مواد مخدر پرونده جنایتی گشودند. با آنها بر اساس قسم 4 ماده 228 کودکس جنایتی روسیه تا 20 سال زندان تهدید میکند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد، به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. حالا در روسیه تقریبا 8000 شهروند تاجیکستان در بازداشت یا زندان قرار دارند. تقریبا 30% آنها بنا به حسابها با جرم قاچاق مواد مخدر پشت پنجره افتادند.